سلام علیکم و رحمت الله استاد عزیزم. سلام علیکم و خیلی رحمت خوش الله. آمدید. ممنون، متشکر. آقا بخیر باشین ان شاء الله. محبت دارین، مخلص شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول و عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی طاعات و قبولی طاعات و عبادات و ان شاء الله که دوستان آماده شدن که دیگه ماه شعبان به نوعی ماه آخر ساله، چنانکه ماه مبارک رمضان شروع سال اهل دل. و نکته دومی که دیگه تو ماه شعبان باید آمادگی برای حضور در اون ضیافت پیدا شده باشه، چون خطبه که پیامبر خوند در آخرین جمعه ماه شعبان بود که ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکة و الرحمة و المغفرة شهر و عند الله افضل الشهور ایام و افضل الایام و لیالی افضل. تا اینکه همجا فرمود که وقت دویتون فی الی ضیافت الله، پیامبر میخواد که آمادهشون کنه که تو این ضیافت درست شرکت کنن، تو این ضیافت بهره بیشتری ببرن، چون ضیافت ماه مبارک رمضان مثل بهشت میمونه. تو بهشت خیلی ها تو بهشت میرن اما برخورداریشون از نعمت بهشت مساوی نیست. هر کس به میزان بلوغش و شعورش و سطح فکرش از نعمتهای بهشت برخورداره. این مهمونی هم که خدا ترتیب داده، چون مهمونی ویژه هست مثل اون بهشته، بهشت هم خودش مهمونی خداست. بعضی ها برخوردشون در حد عوام هست. روزشون مثلا فرض کن امساک از 9 چیزه، اون 9 چیزی که روز رو باطل میکنه از اونها خودداری میکنن. درست. حالا قبل از اون که اصلا تو این ضیافت نیستن، اون هم که نیستن خودشون باز چند دسته میشن، چند طبقه میشن. حالا شاید یه موقع تو سوالهای دوستان باشه ما در این باره بیشتر صحبت. یه عده روزشون روز عوامه، از 9 چیز امساک میکنن. یه عده نه، در ماه مبارک رمضان از همه محرمات امساک میکنن. اون 9 چیز به علاوه امساک از محرمات میشه روزه خواص. بعضیا نه، از مکروهات هم امساک میکنن، از غیر از مباحات هم امساک میکنن، میشه روزه اخص الخواص. بعضیا از ما سوى الله امساک میکنن، اون خاص الخواص، اون سوم، این اخص الخواص. خلاصه اینکه این ضیافت اینجوریه برای اینکه انسان بیشتر برخوردار بشه بعد از حالا شروع بکنه که انشالله دوستان عزیز ما هم بتونن، بینندگان محترم ما هم بتونن آماده بشن که تو اون ضیافت به بهترین نحو شرکت کنن انشالله. یعنی هر چیز ظرفیت و ظرف بزرگتر باشه. همون بلوغ من عرض کردم اون خیلی حرف داره، گفتم بلوغ. آره بلوغ فرمودین. بله. خدا کنه که ما رو به اینجا برسونه. این همین یه دعایی داریم، اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. در همین راستاست به نظرم، همین که دیگه آره مهیامون کنه برای اینکه در واقع اون آثار و برکات و اون فیوزاتی که در این ماه هست و ماه مبارک رمضان رو درک بکنه. خدا کنه که به برکت حالا کارهای خوبی که مردم انجام دادن ما سعی کردیم کمتر بیشتر فرمودید بنابر سطح هر کسی انجام بده، بتونیم بهرهای فراوان ببریم انصافا از این بهترین شبها و روزهای سال. خیلی ممنونم استاد محمدی شاهرودی عزیز. اجازه میدین سوالات مردم رو بپرسیم؟ بازم من حالا همین الان هم یادآوری بکنم، یک دو بار دیگه هم تا آخر برنامه یادآوری رو خواهم کرد که ما قرار ماه مبارک رمضان عمدتاً در خدمت استاد محمدی شاهرودی باشیم و موضوع برنامه‌مون هم معاده. شما هر سوالی پیرامون از همون لحظه‌ای که لحظه احتضار بهش میگن، روح از بدن میخواد خارج بشه، به چه صورته نمیدونم، داخل قبر میذارن، تو این فاصله چه اتفاقاتی میفته، توی عالم قبر چه ماجراهایی داره، به ورود ما در عالم برزخ به چه شکله، اونجا به چه صورته و الی آخر تا صحرای محشر و قیامت و اینا، مجموعه معاد. شما هر سوالی داشتین زحمت بکشین توی این فرصت باقی مونده تا ماه مبارک رمضان برای ما ارسال بفرمایید. هرچی زودتر هم ارسال بکنید، مثلا همین الان خیلی مناسب تره، شما زودتر دوستانمون بتونن سوالات رو دسته‌بندی بکنن که انشالله از محضر استاد
بپرسیم در ماه مبارک. خب حالا سوالاتی که امروز دوستان در واقع جمع‌آوری کردن از پرسش‌های مردم که من از محضرتون بپرسم. آیا شفاعت اهل بیت شامل حال اهل تسنن هم میشه یا خیر؟ بله، محدودیتی نداره. اهل سنت هم غالبا محب اهل بیتن، اگر نیم همشون. بله. این محبت اونجا کار خودشو میکنه. این محبت اهل بیت علیهم السلام. در روایت هم داریم که بهشت 8 در داره. یک در خاص انبیا و صدیقین هست، یک در خاص شهدا و صالحین، 5 در برای شیعیان امیرالمومنین، یک در هم برای بقیه اهل لا اله الا الله که بغض اهل بیت رو نداشته باشن. اینجا معلوم میشه حب اهل بیت علیهم السلام راهی است که اون فرمایش پیامبرم که فرمود الا من مات علی حب محمد و آل محمد سلام محمد مات شهیدا مات سعیدا مات مغفورا له. این حدیث ادامه داره و اینها محبت اهل بیت رو دارن، بنابراین امکان نجات براشون هست. میتونم خواهش کنم یه بار دیگه 8 رو بفرمایید به چه شکله؟ یک در خاص پیامبران و صدیقین، خب یک در شهدا و صالحین، 5 در شیعیان امیرالمومنین، یک در برای بقیه اهل لا اله الا الله که بغض اهل بیت رو نداشته باشن. 2 شرط داره، اهل لا اله الا الله باشن و بغض اهل بیت هم نداشته باشن، یعنی موحد یا باشن، محبت اهل بیت داشته باشن. این 2 تا یکیش موحد باشن و محبت اهل بیت داشته باشن. خیلی خوب. خیلی وسیع در نظر گرفته به نظرم پس خدا بهشت رو. همینطوره، رحمتش اینجوری نیستش که مثلا یعنی متناسب با همون صفات رحمانیت و رحیمیته. همینطوره، رحمت خداوند و غضبش سبقت گرفته و بهشت 8 در داره، جهنم 7 در. بهشت پر نمیشه، جهنم پر میشه. تو قرآن داریم کوچیک‌تره پس. آره، جهنم زود پر میشه. خب که از جهنم پرسید هل امتلأت، پر شدیم، یه حل من مزید بازم هست. جهنم پر میشه ولی بهشت پر نمیشه. حد نداره. یا من سبقت رحمته غضبه، رحمتش بر غضبش سبقت گرفته. خیلی من یه مدتی روی این رحمانیت و رحیمیت خدا متمرکز بودم، فکر میکردم. نمیدونم حالا اشتباهه قطعا، ولی حالا یه چیز ذوقی میگم واقعا اگه ماها بدونیم خدا چقدر رحمان و رحیمه، ممکنه از این ور جری بشیم راحت گناه کنیم. هر کاری دستمون میاد، چون خدا خیلی مهربونه. حرف غلطی ها نمیخوام بگم که مثلا نه درسته. واقعا اینه که من این مطلب چند بار گفتم که کسانی که جهنم میرن اینا بهشون جایزه داد، هنر کردن رفتن جهنم. واقعا آره، امام سجاد فرماید ویلون لمن غلبت احداثه عشراته. آره، وای بر کسی که یکیهاش بر 10 تاهاش غلبه کرده. کسانی که میرن جهنم یکیهاشون بر 10 تاهاشون غلبه کرده. راست میگه، چون اون 10 برابر حساب میشه. آره. خوبیا. یعنی مثلا به ازای 99 تا گناه اینا 10 تا حسنه نداشتن. لا لا. قرآن فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها من جاء بالسیئه فلا یجزی الا مثلها. بعدم فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات. اینا اگر 99 تا سیئه داشته باشن 10 تا حسنه باز میرن بهشت، چون یه حسنه باقی میمونه. خب کسی با این حساب بخواد بره جهنم خیلی هنر کرده که آره. اون قدیم میگفتن فلان ماشین هر کس چپش کنه ما بهش جایزه نمیدیم. راست میگی. حالا کسی هم بخواد بره بهشت باید بهش جایزه داد، بره جهنم باید بهش جایزه داد که انقدر هنر کرده که این همه راههای بهشت باز بوده، او راه کج رفته تو جهنم. تو این گزارشگر فوتبال مثلا دروازه خالی طرف میزنه تو، میگم این اوت زدنش سخت‌تر از گل زدنش بود. تو گل زدنش خیلی راحت‌تر بود. یه همچین چیزی میشه. واقعا عجیبه. تازه اونایی هم که میرن جهنم میسوزن باز پاک میشن میرن بهشت. این واقعا قربون خدا برم. اصلا همین که از پدر و مادر بر ما مهربان تره، خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خیلی ممنونم. چرا نظر همه مراجع تقلید یکی نیست آقا؟ بالاخره ما هم تکلیف اونو بدونیم دیگه، هی دوچار مثلا آره. اولا که شما کدوم دانشو پیدا میکنید که دانشمندان اون رشته نظرشون یکی باشه. یکی باشه. فیزیک یکی هست، پزشکی یکی هست.
یه چیزی بگم، این من یه جوری پرسیدم شاید بعضی فکر کنن خودم دارم از شما پرسیدم، سوال مردم بوده، سوال من نیست. آره. هیچ علمی نیست که بخواد دانشمنداش اتفاق نظر داشته. فلسفه 180 درجه فیلسوفا با هم اختلاف نظر دارن. دقیقاً. دو، همین اختلاف ها باعث رشد میشه. اگه این اختلاف نباشه علم راکد میمونه. اصلا هرچی علم تخصصی تر و پیچیده تر میشود، تضارب آرا. مطلب بعد این که اتفاقا در مقایسه با سایر دانش ها ما کمترین اختلاف رو در اینجا داریم. بله. در بحث احکام داریم. منتها گاهی بعضیات دقت نمیکنن. مثلا فرض کن که یه مرجع گفته که احتیاط مستحب اینه، یکی گفته فتوا اینه، یکی گفته که احتیاط واجب اینه، یکی گفته که فیه تحمل، مثلا فیه اشکال. میگن خب ببین 4 تا 5 تا نظر دادن، ولی از نظر ما یک نظر بیشتر نیست. همون فتواست. همون فتوا که گفت، اون که احتیاط واجب مستحب، خب برش گردن به همون فتوا. اون که گفت که احتیاط واجبه، اونم ارجاعش بده به همین فتوا. پس یکی بیشتر نیست. ما موقعی که حالا عمره بود، سالی حداقل یک بار کاروانی که ما همراهشون بودیم روحانیون بودن، طلاب و اساتید و اینها. ولی وقت مردم عادی هستن، خب اونا خیلی ممکنه حساسیت هایی که طلاب دارن اون، ولی خب اونا خیلی دیگه هر کدامشون برای خودشون اهل بخیه هستن دیگه. بنده از همینجا حالا چه کاروان های عادی، چه کاروان های روحانیون، چه دانشجوها که با هر سه قشرشون ما رفتیم، از خود ایران تا میرفتیم برمیگشتیم، من یک مسئله بیشتر نمیگفتم. ما بیشتر اختلاف رو در فقه در همین حج داریم. در بقیه موارد اختلاف خیلی ناچیز، اصلا میشه گفت که اختلافی وجود نداره، بیشتر در همین حجه. از خود ایران تا میرفتیم برمیگشتیم همه ما یه مسئله میگفتیم. میگفتیم طواف یعنی این، اینجا شروع میکنید، اینجوری حرکت میکنید، اینجوری تمام شد. نماز اونجا اینجوری میخونیم. یعنی یه مسئله میگفتیم طوری که همه فتاوا یک جا جمع میشد. درست. و میشه این کارو کرد غالبا. پس اختلاف خیلی اختلاف قابل توجهی نیست. مطلب بعد این که خب از دو حال خارج نیست. وقتی که انسان وظیفه‌اش انجام داده، یا خودش کارشناس و متخصص و مجتهده، خب باید به نظر خودش عمل بکنه و خدا ازش قبول میکنه، ولی اون که اشتباه کرده باشه. اگر کارشناس هم مجتهد باشه. یا اینکه مجتهد نیست، خب باید از مجتهد تقلید کنه و این هم یک امر عقلی و عقلایی است دیگه. بله. هر جا که انسان تخصص نداره چیکار میکنه؟ از کسی که متخصصه الگو میگیره. از دو حال خارج نیست. یا اون مرجع حکم خدا رو درست فهمیده یا درست نفهمیده. مقلدش به هر حال خدا ازش قبول میکنه. فرقی برای خدا نمیکنه که شما تسبیحات اربعه رو یه بار بگید یا 3 بار بگید. 3 بار بگید به خدای خدا زیاد نمیشه. درست. یه بار هم بگید از خدای خدا کم نمیشه. دقیقاً. هر رو خدا قبول میکنه. همینقدر که انسان وظیفه‌اش انجام داد که من فکر می‌کنم حتی اون مرجع هم که در حقیقت ممکنه اون فتواش مثلا اشتباه باشه، خدا ازش قبول میکنه. اون مرجع اگه حکم فهمیده باشه 2 تا اجر داره. اگه درست فهمیده باشه. درست. اگه اشتباه کرده باشه 1 اجر داره با 1 عذر. اجر داره که زحمتش کشیده، تلاشو کرده، اجتهادشو کرده. بله. عذر داره که خب نتونسته به واقع برسه. به هر حال کار اون هم درسته. بله. کار مقلدم به هر حال درسته و اجر دارد و اجر. پس مشکلی پیش نمیاد از این اختلاف ها. فقط مهم اینه که انسان راهی که بهش گفتن رو بره. بهش گفتن اگه تخصص نداری، اگه مجتهد نیستی، تقلید کن. بله. یا احتیاط کن، که البته احتیاط کار خیلی سختی است. او این کارو کرد، خدا ازش قبول میکنه به هر صورتی که عمل کرده باشه. چون برای خودش فرقی نمیکنه که شما، مهم اینه که انسان بندگی بکنه دیگه. بله. اینم داره بندگی میکنه. و مطلب آخر این که اگر خود ما تخصص داشته باشیم در این رابطه، خیلی راحت میتونیم که کمش کنیم. پیشنهاد بندم به عزیزانی که مسئله میگن و اینها اینه که تفریع فرو نکنن، شاخه شاخش نکنن، تا میتونن جمع کنن. سر فتوا تا میتونن جمع کنن. گاهی مثلا حالا که من مثال زدم، حالا که احتیاط واجب کرده، که احتیاط مستحب کرده، که فتوا داده، خب اینا جمع کنید، تکلیف مردم یه مورد رو بگید. نگید ما 3 تا نظر داریم، فلانیا گفتن احتیاط مستحب کنید، فلانیا فتوا دادن، فلانیا گفتن احتیاط واجب کنید، فلانیا گفتن نه. یک مسئله بگید که
اینجوری تفریح فرو نشه. بله بله. کردم تو اون سفر حج ما این کارو میکردیم. خیلی بهتره. بله. و این کارا میکنید دیگه مردم هم خیلی حیران نمیشن این وسط بالاخره کدوم درسته، بالاخره یک کدومش انجام درسته. بعد این ماجراها الان چون ما در دوران غیبت هستیم به این شکل دیگه، یعنی بعد ان شاء الله امام زمان ظهور بکنن، حالا این عید ولادتشون که دیروز بود و نیمه شعبان، بازم تبریک میگیم به همه، ان شاء الله خیلی زود پیوند بخوره با جشن ظهور امام زمان. بعد از ظهور امام زمان دیگه ما این ماجرا رو که نخواهیم داشت، درسته؟ باز امام زمان افرادی رو میفرسته، کارشناسن، صاحب نظرن، اجتهاد میکنن، امام هم تایید میکنه. 2 تا فتوا هر دو رو تایید میکنه. نه دیگه اون وقت این که 2 تا فتوایی که با هم دیگه زاویه داشته باشه و مشکل داره هر 2 تا رو تایید کنن. بله وقتی که تعبد باشه. ما تو روایاتون هم داریم که گاهی مثلا فرض کنیم که حالا اونا گاهی ممکنه از باب تقیه بوده که امام مطلب رو گفته، ولی میبینید که 2 تا نظر متفاوت هست، امام هر دو رو تایید میکنه. هیچ اشکال نداره که اگر اون زمان مجتهدینی داشته باشیم در سراسر دنیا، چون بحث دنیاست دیگه. اینو متوجهم که شرایط، اقتضاعات زمان و مکان اینا دخیل در ابراز اون فتوا. خب منتها عرضم اینه فرض بگیرید 2 مرجع در یک موقعیت اشتراکی و واحد شرایط و اقتضاعات باشند، اما برداشت این 2 مرجع متفاوته از اون 4 منبع وقتی میخوان حکمی رو صادر بکنن. خب طبیعیه که امام زمان اینجا اون فتوای درست رو همینطوره. این در صورتی که همه شرایط مساوی باشه. برای مکلف هم همه شرایط مساوی باشه. گاهی مکلف طوری است که حکمش فرق میکنه با اون مکلف دیگر. به همین دلیل ممکنه که 2 نفر به امام مراجعه میکنن، یک مسئله رو میپرسن و 2 تا جواب میگیرن. هیچ اشکالی نداره. چون بحث که عرض کردم در احکام، در فروع برایندش عبودیته. چون خدا میخواد اینکه انسان بنده باشه، اما اینکه حالا این بندگی بله حکم خدا یکیست، در حق واقع یکیست، اما حالا اگر اونی که اون مطلب نرسیده کاری انجام داده باشه، آسمان به زمین میاد نخیر، اونم خدا قبول میکنه ازش. همون کارس کردم همین الان هیچ اشکال نداره این در زمان امام زمان هم ادامه داشته باشه. همین وظیفه. حالا یه سوالم پیش اومد درباره همه، حالا چون ایام نیمه شعبان هم هست، من اینو میخوام بپرسم منتها بعد از فرصتی که از دوستانمون میگیریم با اجازه شما. به نظرم اگه آقای حسین زاده هم صلاح بدونن فضای برنامه رو متبرک کنیم به ذکر و نام و یاد امام زمانمون حضرت حجت اروان و له الفدا و توسلی خدمتشون داشته باشیم. برگردیم باز محضر استاد محمدی شاردی عزیز خواهیم بود با افتخار. بفرمایید.